خب توی این بخش بهتون عملی آموزش میدم که چجوری میتونین بادکش رو برای عزیزانتون انجام بدید. در ابتدا دستکش پلاستیکی رو ما داخل دستمون قرار میدیم. سیخی رو که دورش پنبه گذاشتیم و نخ پیچیدیم رو داخل الکل میزنیم، اضافاتش رو فشار میدیم رو لبه های بطری و میگیریم. به هیچ عنوان نباید یک قطره، حتی ببینید الان هیچ قطره‌ای نمیریزه. خیلی این مهمه، این نکته بسیار مهمیه. و تمام استکان و لیوان ها رو کنار دستمون ما میچینیم و وقتی که همه کار سنجیده شد، جایی رو که قراره بادکش بدیم، استکانه رو هم گذاشتیم کنار دستمون، پنبه هم زدیم، در آخر ما فندک رو روشن میکنیم. ببینین به این صورت ما فاصله آتیش به بدن شخصی که میخوایم انجام بدیم نه خیلی باید بالا باشه نه خیلی باید پایین باشه، میزان متناسبی باید داشته باشه. ببینین این نکته خیلی مهمه، نگاه کنین لیوان رو ما شعله رو نزدیک لیوان میکنیم و میذاریم عمل رو روی لبه لیوان. نباید خیلی داغ بشه، به سرعت ما باید این کار رو انجام بدیم. ببینین به سرعت ما این کار رو انجام میدیم. بیا من اینجا دارم از لیوان‌های دسته‌دار استفاده میکنم که بدونی که میشه انجام داد. ستون فقرات جزو ممنوعاته. در ابتدا دو طرف کتف رو میذاریم و بادکش رو از بالا شروع کنیم. نگاه کنیم یه بار دیگه من انجام میدم. به این صورت به سرعت، یعنی من میتونم الان آروم بهتون نشون میدم ولی اون مکشی که من مد نظرم هست رو نمیده. نگاه کنین چون اون یکی پنبه من خاموش شد، به خاطر اینکه من کار رو ادامه بدم، به خاطر همین از قیچی استفاده میکنم برای ادامه کار. نگاه کنین دوباره من انجام میدم. اگه خیلی سرعت باشه یک فاصله ذهنی و نسبی باید توی ذهنتون داشته باشین. نگاه کنین نه خیلی سرعت داشته باشه بذارین، اگه سرعتش خیلی باشه مکش پوستش زیاده و اون شخص درد میکشه. نه خیلی با آرامش و طمأنینه، مثلا نمیگیره. مثلا فکر کنین تا 3 مثلا بشماریم بزنین 1 2 3 1 2 3 1 2 3. اینجا چون جاش بده نمیگیره. ببینین هم از استکانهای کوچکتر هم میشه استفاده کرد. اگر روی لبه لیوان شما نگه دارین داغ میشه و پوست شخص احتمال سوختگی هست. اگر به ته لیوان هم بزنین احتمال این هست که دست شما داغ بشه. پس ما حواستون باشه وسط لیوان ما شعله رو قرار میدیم، نه ته لیوان میزنیم نه این لبه قرار میدیم، وسط لیوان میزنیم میذاریم. کارتونم تموم شد به سرعت یه آب کنار دستتون بزنین، شعله رو بذارین داخلش یا اینکه فوت کنین. به همین راحتی. وقتی هم که بادکش انجام دادین 3 تا 5 دقیقه کافیه برای اینکه شما بخواین این بادکش روی شخص بمونه. اگر تایم بیشتری خواستین از شخص بپرسین که دوست داری باز بیشتر بمونه یا نقاط خاصی روی بدن هست که باید بیشتر گذاشته بشه، که بعداً من توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که چه نقاطی رو حتی ما تا 20 دقیقه مجاز هستیم که لیوان‌ها رو بذاریم. و یک ملافه یا یک پتوی چیزی روی شخص قرار میدیم که گرمای بدنشون حفظ بشه. کنار دست کسی که میخواین بادکش انجام بدین بایستید، حواستون بهش باشه. اگر درد خیلی داشته باشه چون عوارض خاصی نداره. اگر کسی که بار اول داره بادکش انجام میده احتمال اینکه لبه لیوان یک مقداری براش درد ایجاد کنه هست. روی این حساب اگر دردی چیزی داشت که ناخوشایند بود براش قابل تحمل نبود، از شخص بخواین که اگر درد داره بهش بگه یا بگه کدوم لیوانه. اون لیوان رو میتونیم برداریم، هیچ مشکلی نداره، میتونین خارج کنین. بعد از 5 دقیقه برای برداشتن لیوان ها، حالا ما به چه صورتی لیوان ها رو برداریم؟
یه دفعه برداریم پوست شخص آسیب ببینه یا نه، یه روش خاصی وجود داره برای برداشتن. ببینین انگشتمون رو میذاریم گوشه لیوان روی بدن شخص و یه دستمون رو بالای شخص قرار میدیم. به این راحتی برمیداریم و کف دستمون رو یک ماساژ ملایم میدیم. ببینید اینم همین صورت. یک دستمون روی بدن و پایین لیوان، یک دست دیگه بالای لیوان. یک فشار ملایمی میدیم و هوا خارج میشه، لیوان برداشته میشه. تمام لیوان ها رو ما به همین صورت بر میداریم و یک ماساژ ملایم با کف دست به پوست شخص میدیم تا احساس خوبی بهشون دست بده و در انتها با کف دستمون یک مقداری ماساژ میدیم تا حس آرامشمون رو بهشون منتقل کنیم. به این بادکش میگم بادکش عمومی، برای همه اشخاص میتونین استفاده کنید. اینم از مینی دوره بادکش در منزل. امیدوارم بتونین با یادگیری مطالبی که گفتم توی این دوره عزیزانتون رو در منزل به راحتی و سادگی بادکش انجام بدین و لذتش رو ببرین.